یعنی تنها فرقشان با خیار تو رنگشان بود. این خیار هم خواستی اونجوری بگیری یه 2 تا تومه باید براشون منداختی. یا کریم دریایی هم داشتیم من نمیدونستم. باز دم یا کریم خشکی گرم. میگن ماهی 3 ثانیه حافظش کار میکنه. این یارو هر 1 ثانیه یه دونه ماهی برمی داشت. یعنی ماهی 2 ثانیه وقت داشت پردازش کنه. این بغلی من کجا رفت؟ یه دونهشون پلنگی بود. من گفتم همه به امید اون اومدن. اون از همه گیج‌تر بود. یه دونهشون شک کرد رفت زیر آب. اون تا 3 ثانیه حافظش تمام شد. اصلا نمیدونست اون زیر چیکار میکنه. دوباره اومد بالا. اون بچه ماهیه رو من نگفتم والا باز اون هوش اون خوبه. اون الان براش سوال میشد این اولیای من کجا بردن الان نیست. بعد صیاد یه نکرد یه دونه کرم لاقل به اون بچه ماهیه بده دلش نخواد. همه رو خشک کبریت بدون تومه گرفت. انگار داشت کلاس بندی میکرد به ترتیب قد همه گرفت انداخت تو کلاس. اون تو هم ماهیا باز براشون سوال نبود. ما الان ماهییم بدون آب تو سطح داریم چیکار میکنیم؟ همینجوری به همدیگه نگاه میکردن.